اگر شما هم از اون دست معامله‌گرایی هستین که نیاز دارین برای تأدیه یک چارت دیگه هم ببینید، مطمئنم این کلیپ به دردتون میخوره. میخوام بهتون یاد بدم یک یا چندین چارت مختلف و همزمان توی تریدینگ ویو داشته باشیم بدون نیاز به اکانت پرمیوم. اول میایم پایین چارت روی گزینه پایین ادیتور کلیک میکنیم. بعد فایل پی دی افی که براتون قرار دادم رو باز میکنید. میاین این قسمت این کد رو کامل کپی میکنید. بعد از اون دوباره میایم قسمت پایین ادیتور و کامل این کدایی که اینجا نوشته شده رو پاک میکنیم و کد خودمون رو جایگزین میکنیم. و بعدش گزینه اد تو چارت رو میزنیم. چند لحظه صبر میکنیم تا کد ما اجرا بشه. بعد از انجام تمام این مراحل الان وقتشه که تنظیماتش رو درست کنیم. وارد تنظیمات بشیم. از قسمت اینپوت اینجا جفت ارز مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم که به عنوان چارت دوم به شما نمایش داده میشه. بعد از انجام این کار وارد قسمت استایل میشیم. از اینجا میتونید رنگ کندلا رو به سلیقه خودتون تغییر بدید. امیدوارم که از این کلیپ استفاده کافی رو برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه.